تو یخچال خمیرمایه دارین و نمیدونید که این خمیرمایه سالم هست یا نه. سلام با آیسی شف خوش اومدید. من آیسی ام و امروز قرار با هم یه ترفند آشپزی رو بهتون یاد بدم که همیشه به درد بخوره. حتما براتون پیش اومده که میخواین خمیر درست کنین، تو یخچال خمیرمایه دارین و نمیدونید که این خمیرمایه سالم هست یا نه، چون خیلی ریسکیه، نمیدونید که خمیرتون خوب از آب در میاد. پس بهتره قبل از اینکه شروع کنید به درست کردن اون خمیر حتما خمیرمایه‌تون رو تست کنید. برای تست خمیرمایه ما به آب ولرم احتیاج داریم، خیلی هم زیاد نیست، همینقدر از لیوان پر شده، شکر و خمیرمایه. تستش به این صورته که آب ولرم رو میریزیم توی لیوان، خمیرمایه رو بهش اضافه میکنیم، شکر رو هم بهش اضافه میکنیم و حسابی اینا رو با هم میزنیم. یه درپوش هم روش میذاریم و 20 دقیقه به این حالت رهاش میکنیم. خب بعد از حدود 1 رو 20 دقیقه میبینیم که این شکلی کف کرده. زیبا نیست؟ با این ترفند شما دیگه با خیال راحت از خمیرمایه‌تون برای خمیرتون میتونین استفاده کنین بدون اینکه استرس اینو داشته باشین که خمیر خوب در میاد یا نه. اگر با یه دستوری مواجه شدین که خیلی دستورات دقیق بود، آرد فلان مقدار آب، فلان مقدار خمیرمایه، فلان مقدار، شما خمیرمایه موجود توی یخچالتون رو اول تست میکنین، اینو دور میریزین و از خمیرمایه‌تون به مقدار لازم به خمیرتون اضافه میکنید. این فقط جهت تست کردنه. اگر خمیرتون رو دیمی درست میکنید میتونید خمیرمایه رو به این صورت هم به آردتون اضافه کنید و خمیرتون رو درست کنید. ولی اگه دقیق بود میتونید این رو دور بریزین و دیگه مطمئن شدید که خمیرمایه موجود توی خونتون سالمه و میتونید ازش استفاده کنید. اگر از این ترفند خوشتون اومد خیلی ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، ما رو سابسکرایب کنید تا ترفندهای بعدی. خدافظ.